اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة والمهدیین و سلم تسلیما کثیرا. سلام عرض می کنم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. امیدوارم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های فروغ خرد، بهره‌هایی از کتاب دفاع از قرآن نوشته دکتر علاءالسالم خدمت شما عزیزان رسیدم. در محور اشکالات چهارم، اشکال 22 راندن شیاطین جن با شهاب سنگ هست که در این جلسه خدمتون بیان خواهم کرد. بعضی از آیات قرآن به این نکته اشاره داره که شیاطین برای استراق سمع به آسمان ها نزدیک می شدن و برای اینکه اخبار آسمان رو و وحی رو دزدانه گوش بدن و بفهمند و بر اساس اون نقشه های خودشون رو اجرا بکنند، خداوند در آیات مختلف می‌فرماید که ما شیاطین رو از آسمان ها دور می‌کردیم به واسطه شهاب سنگ ها و اونها رو رجم و سنگباران می‌کردیم تا از این جایگاه های شنیدن وحی و اخبار آسمان دور بشن و با ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر این حراست و نگهبانی افزوده شد و تشدید شد و دیگه شیاطین اجازه استراق سمع و شنیدن دزدانه اخبار آسمان رو نداشتند. من ابتدا این آیات رو خدمتتون قرائت میکنم و پس از اون اشکالاتی که مخالفان قرآن وارد کردن رو خدمتتون بیان میکنم. آیه اول آیه 9 سوره مبارکه جن هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اینا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. این کلمات سخنان طایفه از جن بود که خداوند اون کلمات رو اینجا آورده در آیه 9 سوره مبارکه جن. اونها گفتند که و ما برای شنیدن قبلا در آسمان ها می نشستیم. فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. پس هر کس بخواد الان استراق سمع بکنه و بشنوه، شهاب سنگی رو در کمین خودش مییابه. این آیه 9 سوره مبارکه جن بود. آیات دیگری که به این نکته اشاره داره آیات 6 تا 10 سوره مبارکه صافات. دقت بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب. ما آسمان دنیا رو به زینت ستارگان آراستیم. و حفظا من کل شیطان مارد. و آن را از هر شیطان سرکشی حفظ کردیم. لا یسمعون الی الملأ الاعلی و یقذفون من کل جانب. به طوری که نمیتونن به ساکنان عالم بالا گوش فرا بدند و از هر سو اونها رو مورد هدف قرار میدهیم. دحورا و لهم عذاب واصب. که به شدت آنها رو دور رانده و این برای اونها عذابی دائمی است. الا من خطف الخطف فاتبعه شهاب ثاقب. مگر کسی که به یک باره بخواد استراق سمع بکنه و پنهانی گوش بده که شهابی شکافنده او رو تعقیب میکنه. این هم آیات سوره مبارکه صافات. اما آیه بعدی آیه 5 سوره مبارکه ملک هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جعلناها رجوما للشیاطین. و آن را مایه طرد شیاطین قرار دادیم. اینها آیاتی بود که به این نکته اشاره داشت اگر شیاطین بخواهند استراق سمع بکنند و پنهانی به اخبار آسمان گوش بدند، با شهاب سنگ‌های اونها تعقیب میشن و شهاب سنگ‌های اونها رو مورد هدف قرار میده. اشکالاتی که مخالفان قرآن به این آیات مطرح کردن این 6 اشکال هست که دکتر علاءالسالم اینجا یک به یک میاره و پاسخ میده. اول اشکالات رو، این 6 اشکال رو براتون میخونم و بعد پاسخهای دکتر علاءالسالم رو یک به یک خدمتتون تقدیم میکنم. اول اینکه چرا فرشتگان از دست به دست کردن اخبار میان خودشان باز نمی ایستند و هدف خود را از شیاطین که از آنان استراق سمع میکنند پوشیده نمیدارند؟ چرا فرشتگان کتمان سر نمیکنند به قولی؟ چرا اون اخباری که دریافت میکنن رو به همدیگه میگن و سبب میشه که شیاطین بیان و استراق سمع بکنند؟ خب اگر از همون اول فرشتگان این کارو نکنند، دیگه شیاطین نمیتونن فالگوش وایستن و بشنوند و
بر اساس اون شیطنت خودشون و مکر خودشون رو پیاده بکنن. اشکال دوم این هست که بهتر نیست اصلا به شیاطین اجازه ورود به آسمان ها رو ندن تا بخوان استراق سم بکنن و بعد از اون با شهاب سنگ بخوان اونها رو مورد هدف قرار بدن. این کار آسان‌تر نیست. اشکال سوم، اگر پرتاب کردن شهاب ها به سوی شیاطین به دلیل حمایت از نبوت است، پس چرا شهاب ها پس از فوت پیامبر همچنان ادامه دارد؟ اگر بحث نبوت و وحی هست، خب پیامبر خدا تا زمانی که زنده بود این شهاب سنگ ها رو در آسمان ما مشاهده می کردیم، بعد می گفتیم که خب به خاطر این هست که شیاطین نیان استراق سم بکنن و حفاظت بشه از این. اما بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفت چرا این شهاب سنگ ها هنوز در آسمان دیده میشه؟ ببینید ذهن مخالفان قرآن کاملا ذهن مادی است و فکر میکنن معنای این آیات همین شهاب سنگ هایی است که در عالم جسمانی داریم مشاهده میکنیم و همین شهاب سنگ هاست که داره جنیان رو مورد هدف قرار میده و شیاطین جن رو از شنیدن اخبار آسمان دور میکنه. اشکال چهارم، چگونه جنیان پند نمیگیرند و از استراق سمع دست بر نمیدارند در حالی که میبینند شهاب ثاقبی هر کدام از آنان را که استراق سمع کند دنبال میکنند؟ خب چرا جنیان و شیاطین جن از این کار دست بر نمیدارن؟ چرا درس عبرت نمیشه براشون؟ مگر ندیدن که هر کسی استراق سمع بکنه با شهاب سنگ اونها رو مورد هدف قرار میدن و از بین میبرند و مورد اذیت و آزار قرار میدن؟ خب چرا این کار دارن تکرار میکنن؟ این هم اشکال چهارمشون. اشکال پنجم، اگر جن از آتش است پس چگونه شهاب ها که خودشان از آتش هستند آنها را میسوزانند و مشخص است که آتش را نمیسوزاند بلکه شعله و درخشش آن را بیشتر میکند. این هم اشکال پنجم هست که باز هم از نگاه و ذهنیت مادی اونها برمیاد که خب مگر نمیگید جن از آتشه، پس چرا شهاب سنگی که اون هم از آتشه میگید که جنیان رو از بین میبره و در حالی که آتش رو از بین نمیبره بلکه شعله و درخششش رو تنها بیشتر میکنه. اشکال ششم این هست که دانشمندان شهاب‌ها را به شکل علمی تفسیر کردند و اینکه از آسمان فرستاده نمیشوند. این اشکالات مخالفان قرآن بود که خدمتتون عرض کردم. حالا پاسخ دکتر علاءالسالم رو با هم بشنویم. ابتدا دکتر علاءالسالم چند مقدمه رو برای پاسخ به این اشکال بیان میکنه و پس از اون پاسخ به این اشکالات رو یک به یک بیان میکنه. اولا مخفیانه گوش دادن و استراق سمع شیاطین و ابلیس به اخبار آسمان ها منحصر به زمان خاصی نبوده. قبل از ولادت رسول خدا وجود داشته و پس از ولادت و وفات رسول خدا هم ادامه داشته و در همه این زمان ها خداوند به واسطه کمین ها و شهاب ها از آسمان و از استراق سمع شیاطین محافظت میکرده و تنها با ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این حراست و پاسبانی و نگهبانی از اخبار آسمان شدت یافته. اون هم به خاطر این بوده که خلیفه و جانشین حقیقی خداوند که مسئولیت و بار رسالت سنگینی بر دوش اوست که جلوتر دکتر علاءالسالم به این رسالت و وظیفه‌ای که رسول خدا داشته اشاره خواهد کرد، این حراست و نگهبانی تشدید میشه. برای همین آیه 9 سوره مبارکه جن همین نکته رو بیان میکنه. دقت بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. این سخن طایفه از جن هست که خداوند بیان میکنه که اونها گفتند ما قبل از این، یعنی قبل از ولادت رسول خدا، به آسمان نزدیک میشدیم و استراق سمع میکردیم و برای شنیدن اخبار آسمان می نشستیم. فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. پس هر کس که الان بخواد بنشینه و بخواد استراق سمع بکنه و اون اخبار آسمان رو بشنوه، شهابهای ثاقبی اونها رو تعقیب میکنند. خب معلوم میشه که با ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این امر تشدید شده و حراست و پاسبانی از آسمان ها با شدت بیشتری انجام میشده. نکته دیگه ای که دکتر علاءالسلام بیان میکنه این هست که همان گونه که در اشکال 13 هم در جلسات گذشته بیان شد و به اون پاسخ داده شد که خداوند میفرماید ما عالم رو در 6 روز آفریدیم که مراد از روز در اونجا بیان شد که
6 مرحله بوده: خلقت آسمان هفتم و امر اون، و خلقت عالم ملکوت و امر اون، و خلقت آسمان دنیا، آسمان اول و روزی و قوت اون. در 6 مرحله خلق شده که توضیحاتش در اون جلسه بیان شد و گفتیم که همه این مراحل وابسته به مرحله قبله. یعنی اول بعد آسمان هفتم خلق بشه، بعد امر اون خلق بشه، بعد آسمان ششم، آسمان پنجم، آسمان چهارم، آسمان سوم و عالم ملکوت، و پس از اون عالم اجسام، در واقع آسمان اول که ما در اون زندگی میکنیم در این مرحله هستیم، وابسته به مراحل قبلی اون هست. حالا با توجه به این مطلبی که بیان شد، دکتر علیه‌السلام دو نکته رو بیان میکنه که بعد به اونها توجه کرد. نکته اول این که اگر خواست و اراده خداوند بخواد به این عالم جسمانی ما وارد بشه و امر پروردگار در عالم جسمانی پیاده بشه، با گذر کردن از این مراحل مختلف امکان پذیر هست. ابتدا بعد از آسمان هفتم بگذره که آسمان عقل هست و سپس آسمان ششم و آسمان‌های مثالی و ملکوتی رو طی بکنه و پس از اون به آسمان اول، آسمان نفس ها وارد بشه و پس از اون امر و خواست الهی وارد عالم جسمانی میشه، با توجه به اینکه عالم نفس ها عالمی است که تدبیر کننده کارها و اموری است که ما در این عالم شاهد اون هستیم و اتفاقایی که در این عالم میفته. نکته دومی که دکتر علیه‌السلام بیان میکنه این هست که امر الهی و خواست پروردگار توسط یک ساختار و فرایندی که خداوند اون رو تعیین کرده به عالم جسمانی ما میرسه. یعنی خداوند کارگزارانی داره، فرشتگان و ارواح پاکی رو خداوند مکلف کرده که امر و خواست او رو منتقل بکنن و اونها موظف هستند که این امر الهی رو از آسمان ها و عوالم مختلف عبور بدن و منتقل بکنن تا برسه به آسمان اول و عالم جسمانی ما. و عملی شدن خاص و اراده پروردگار طی کردن این مراحل رو اقتضا داره به سبب اون خلقتی که خداوند به وجود آورده که مراحل مختلفی برای خلقت و عوالم وجود داره که هر مرحله به مرحله قبلی وابسته است. خداوند در مورد این کارگزاران می‌فرماید، آیه 26 و 27 سوره مبارکه انبیا: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون. و اونها گفتند خداوند رحمان فرزندی رو اختیار کرده. خداوند منزه از این کلام است، بلکه آنها بندگانی ارجمندند. لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون. آنها کسانی هستند که هرگز در گفتار بر او پیشی نمیگیرند و به امر خداوند عمل میکنند. خب این آیات در مورد فرشتگان و ارواح پاکی است که کارگزاران خداوند هستند و اونها بندگان تکریم شده و ارجمند پروردگارند که از کلام خداوند پیشی نمیگیرند و هر کاری که انجام میدن به فرمان خداونده. اینجا دکتر علیه‌السلام روایتی از آقا امیرالمومنین علیه السلام رو میارن که به مسئله استراق سمع شیاطین و رجم اونها به واسطه شهاب سنگ‌ها آقا امیرالمومنین اشاره میکنه. جعفر ابن محمد از امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده که ایشان فرمود: شبی با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودیم که ناگهان ستاره نورانی رد شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جماعت فرمود: اگر در جاهلیت چنین چیزی میدیدید چه میگفتید؟ عرض کردند میگفتیم بزرگی مرد و بزرگی متولد شد. حضرت فرمود: ستاره نه برای مرگ کسی پرتاب می شود و نه برای زندگی کسی، بلکه وقتی پروردگار ما چیزی را قطعی کند، حاملان عرش تسبیح می کنند و می گویند قضای پروردگار ما چنین شد. در نتیجه اهل آسمانی که بعد از آن هستند آن را می شنوند و آن را می گویند تا در نهایت به آسمان دنیا می رسد، جایی که شیاطین استراق سمع می کنند تا چه بسا چیزی را به دست بیاورند و به کاهنان برسانند و به آن بیفزایند و از آن کم کنند. در نتیجه کاهنان اشتباه می کنند و آنها به هدفشان می رسند. سپس خداوند عزوجل با این ستارگان آسمان را محافظت نمود و کهانت به پایان رسید و کهانتی نیست. پس از بیان این داستان از آقا امیرالمؤمنین، امام صادق علیه السلام این آیه رو تلاوت کردند: الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. مگر کسی که استراق سمع بکنه و پنهانی گوش بکنه که با شهاب آشکار او تعقیب میشه.
و همچنین سخن خداوند عزوجل این آیه رو تلاوت کردند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. و ما برای شنیدن اخبار آسمان در آسمان می نشستیم، پس هر کس الان بخواهد استراق سمع بکند شهاب مبینی او رو تعقیب خواهد کرد. خب طبق کلام امام صادق علیه السلام روشنه که اگر امر و خواست الهی بخواد به این عالم جسمانی ما برسه، باید عوالم مختلف و این سلسله مراتب رو طی بکنه، چون هر مرتبه به مرتبه قبل خودش وابسته است و طی این مراحل امری حتمی و ضروریه. و در طول فرایند نزول تدریجی وحی و امر پروردگار، شیاطین سعی میکنن که استراق سمع بکنن، تجسس بکنن و از وحی و پیام الهی با خبر بشن تا بر اساس اون نقشه خودشون رو پیاده بکنن تا مانع بشن از اجرای خاص و اراده خداوند. این نکاتی بود که دکتر علیه السلام تا اینجا بیان کردن. با هم دیگه یک میان برنامه رو ببینیم، بعدش خدمتتون میرسم و نکات بعدی رو خدمتتون تقدیم خواهم کرد. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. همونطور که بیان شد، امر و خواست پروردگار و وحی الهی وقتی بخواد به این عالم جسمانی ما وارد بشه، باید مراحل مختلفی رو طی بکنه و عوالم متعدد رو یکی پس از دیگری پشت سر بگذاره و این هم به خاطر خلقت و آفرینش این مراحل هست که هر کدوم به دیگری وابسته است و فرشتگان و ارواح پاک که کارگزاران پروردگار برای انتقال پیام خداوند و رسوندن خواست و اراده خداوند به این عالم جسمانی ما هستند، این مراحل رو طی می‌کنند و در این فرایند نزول تدریجی شیاطین جن میان و استراق سمع می‌کنند و به دلیل نوع آفرینش جنیان این اقتضا در وجود اونها هست که بیان و اخبار آسمان رو تجسس بکنن و بتونن استراق سمع بکنن. اون هم به خاطر این هست که اونها از جسم و روح تشکیل شدن و جسم اونها بسیار لطیفه و نزدیک به ارواحشون هست که دکتر علیه السلام بیان میکنه آنچه که از سید احمد الحسن آموختم این هست که اونها انقدر جسمشون لطیفه و نزدیک به ارواحشون هست که بدکار اونها و نیکوکار اونها از چهرهشون شناخته میشه، به خلاف انسان که فاصله بدنها از ارواحشون و تراکم مادی که جسمشون داره سبب این میشه که آنچه که در باطن دارن در ظاهرشون به تمام آشکار نشه. اونطوری که برای جنیان این چنین هست که هر آنچه که در دل دارند، در باطن دارند، در صورتشون آشکاره و میشه جن نیکوکار از جن بدکار رو به راحتی تشخیص داد و این مطلبیه که دکتر علیه السلام فرمود این رو از سید احمد الحسن آموختم. و به جهت همین نزدیکی بدنهای جنیان به ارواحشون به آسمان نزدیکن و این استراق سمع برای اونها بسیار راحته. به همین جهت اشکالی که مطرح میکنن که آیا راحت‌تر نیست که جنیان رو از ورود به آسمان جلوگیری بکنن تا اینکه بخوان پس از استراق سمع با شهاب سنگ اونها رو تعقیب بکنن؟ آیا راحت‌تر نیست که اونها رو از اول مانع از ورودشون به آسمان بشه؟ این به جهت این هست که آفرینش جنیان مجهول هست برای افرادی که همچین اشکالی وارد میکنن، به جهت اینکه اونها بسیار بدنهاشون به ارواحشون نزدیکه و به آسمان ها نزدیک هستن و این اقتضای آفرینش اونهاست. به همین جهت تنها راهی که وجود داره برای بازداشتن شیاطین جن از استراق سمع این هست که برای اونها نگهبان قرار داده بشه و مانعی از استراق سمع اونها وجود داشته باشه و این همون مطلبی است که در آیات قرآن بهش اشاره شده، از جمله این آیه که خود جنیان در کلامی بیان کردن و خداوند اون رو در آیات قرآن آورده که جنیان گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، و ما در گذشته می نشستیم تا گوش فرا دهیم به اخبار آسمان. فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا، اما اگر کسی امروز بخواد بشنوه و استراق سمع بکنه شهاب مبینی او رو تعقیب میکنه. خب روشن شد که اگر خداوند بخواد امری و پیامی رو به این عالم جسمانی برسونه باید مراحل رو طی بکنه و طی این مراحل توسط کارگزاران پروردگار
فرشتگان ارواح پاک هست که انتقال دهنده پیام و خواست خداوند هستند به این عالم جسمانی و زمینی که درش زندگی میکنیم. و در این مسیر موجوداتی قرار دادن، موجودات مختار و مکلفی که میتونن انتخاب بکنن و اقتضای این رو دارن که بیان این پیام ها رو استراق سم بکنن و تجسس بکنن و از این امر خداوند و پیام الهی با خبر بشن. و اونطوری که تشکیک کننده و اشکال گیرنده به قرآن مطرح میکنه که آیا راحت‌تر نیست که مثلا ملائکه این پیام ها رو با هم بازگو نکنن تا شیاطین نشنون؟ گویا ملائکه توی قهوه خونه نشستن و دارن اون چیزایی که نباید بگن رو به هم میگن و سبب میشه که بعضی از شیاطین بیان و اینها رو استراقسم بکنن. این چنین نیست، بلکه اونها مأمورن به انتقال پیام پروردگار و خواست پروردگار به این عالم جسمانی و اقتضای اون عوالم هست و رسوندن این پیام به این عالم جسمانی از این طریق حاصل میشه. و همچنین این که میگن که آیا راحت تر نیست که جلوگیری بکنن از ورود شیاطین جن به آسمان ها تا اینکه بخوان با شهاب سنگ اونها رو تعقیب بکنن و مورد هدف قرار بدن؟ خب این در واقع تغییر خلقت و آفرینش موجودات هست که اونها تراکم بدنهایشون بیشتر بشه، مثل انسان فاصله بگیرن از آسمان ها و این محدودیت جسمشون مانع بشه از استراق سم و تجسس در وحی الهی و پیام خداوند. خب این مسئله مربوط هست به تغییر خلقت و آفرینش و چگونگی وجود موجودات و این مسئله مورد بحث الان ما نیست و اینکه چرا خداوند هر موجود رو به حکمت خودش به این صورت خلق کرده، این مسئله دیگری است که در جای خودش باید بحث بشه. اما با وجود این کیفیت و نوع آفرینش موجودات و جنیان و شیاطین جن که مورد بحث ماست، استراق اصلا برای اونها ممکنه و تنها راه بازداشت اونها از این کار وجود نگهبان و مانعی برای اونهاست که از استراق سمع اونها جلوگیری بکنه. اما پرسش دیگه‌ای که مخالفان قرآن مطرح میکنند درباره این که اگر شهاب سنگ ها برای راندن شیاطین جن هست و ممانعت اونها از استراق سمع هست، پس چرا بعد از وفات پیامبر همچنان شهاب سنگ ها وجود داره و داره مشاهده میشه، در حالی که پیامبر خاتم النبیین و نبوت به واسطه پیامبر به اتمام رسیده؟ این مسئله رو سید احمد الحسن در کتاب‌های خودش از جمله کتاب نبوت خاتمه توضیح داده که معنای ختم نبوت چی هست. آیا پس از پیامبر وحی الهی به اتمام رسیده و دیگه خداوند پس از وفات پیامبر به هیچ انسانی وحی نکرده و پیام خودش رو نرسونده؟ اون چه که مسلم هست این هست که پس از پیامبر خلفا و جانشینانی برای او وجود دارند و اونها اوصیای پیامبر آل محمد هستند، 12 امام و 12 مهدی که وحی الهی به اونها استمرار داشته و طبق آیات مختلف قرآن از جمله سوره مبارکه قدر، ملائکه و روح در شب قدر بر حجت خداوند برای همه امور و تقدیر و تنظیم امور بندگان و موجودات نازل میشن و این وحی الهی استمرار داره. مسئله ختم نبوت مسئله‌ای که علمای مسلمان بسیار بهش پرداختن و این مسئله به معنای بسته شدن وحی و اتمام ارسال الهی نیست، بلکه به این معناست که با آمدن پیامبر خدا دیگه نبوت رسالتی به این معنا که رسول و فرستاده از جانب خداوند فرستاده بشه به صورت مستقیم دیگه تمام میشه و پس از اون هر فرستاده‌ای که فرستاده میشه از طریق رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده میشه. اون هم به جهت این هست که خلیفه حقیقی و تام پروردگار یعنی رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر روی زمین اومده که تجلی دهنده همه اسماء خداست، از جمله اسم مرسل بودن و دیگه پیامبر خدا بر روی زمین اظهار میکنه و تجلی میده اسم مرسل بودن خداوند رو و همه فرستادگان از جانب او فرستاده میشن و این هم طبق توضیحاتی که سید احمد الحسن در کتاب خودشون بیان کردن به جهت این هست که خداوند هدفش از آفرینش و امتحان بر روی زمین این هست که انسانها به جایی برسن که تجلی اسماء خدا بشن و اسماء حسنا و نیکوی پروردگار رو بر روی زمین تجلی بدن و اون کسی که تمام اسماء خداوند رو، تمام نامهای نیکوی خداوند رو، ویژگی‌های پسندیده خداوند رو تجلی میده، محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اسلام هست
و این هم به خاطر این هست که پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم جامع همه اسما و صفات و ویژگی‌های پسندیده خداوند شده و این همون هدف از خلقت انسان و خلقت عالم هستی است که موجودی خلق بشه که خداوند رو به تمامه با تمام اسما و صفاتش بشناسه و شناخت خداوند به این هست که موجودی بتونه همه این اسما و صفات رو در خودش پیاده بکنه و خودش حائز این ویژگی‌های پسندیده بشه تا بتونه به تمامه و به درستی این رو درک بکنه و معرفت پیدا بکنه و لذا پیامبر خدا جامعه همه این اسما و صفات از جمله اسم مرسل بودن پروردگاره. یعنی وقتی پیامبر خدا بر روی زمین اومد دیگه پس از او فرستادن فرستادگان به واسطه پیامبر خدا محمد بر روی زمین اتفاق میفته. لذا در زیارتنامه رسول خدا آمده که الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل، او ختم کننده گذشته و گشاینده آنچه که در آینده هست. یعنی رسالت‌های گذشته رو به اتمام رسونده و رسالت‌های جدیدی رو آغاز کرده که از اون پس فرستادگان از سمت رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده میشن، یعنی همون اوصیای پس از او. لذا در توصیف امیرالمؤمنین علیه السلام آمده که امیرالمؤمنین علیه السلام رسول الله هست، فرستاده رسول الله. خب معلوم میشه که معنای ختم نبوت به اون معنای نیست که در ذهن افراد هست، چرا که اوصیای پس از پیامبر خدا مقام امامت رو دارن و مقام امامت بالاتر از مقام نبوت و رسالته و چطور میشه یک کسی به مقام بالاتر دست پیدا کرده باشه اما از مقامات پایینتر در واقع محروم باشه؟ ائمه پس از رسول خدا همگی دارای مقام نبوت و مقام رسالت هستند و به اونها وحی میشه روایات فراوانی و همچنین آیات قرآن به این نکته اشاره دارند. تمام این مباحث رو سید احمد الحسن در کتاب نبوت خاتمه بیان کرده که برای اطلاع بیشتر به این کتاب از آن مراجعه بکنند. یک میان برنامه رو با هم ببینیم، انشالله خدمتتون باز خواهم گشت و مطالب بعدی رو خدمتتون بیان خواهم کرد. سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. اشکالاتی که مخالفان قرآن درباره رانده شدن شیاطین جن توسط شهاب سنگ ها بیان شد 6 اشکال بود که 3 اشکال اون رو در 2 جلسه گذشته خدمتون بیان کردیم. اما اشکال چهارمی که مطرح میکنن این هست که چرا شیاطین جن دست از این کارشون بر نمیدارن؟ اونها که میدونن که اگر استراق سم بکنن با شهاب سنگ مورد هدف قرار میگیرن، چرا دست از این کارشون بر نمیدارن و به این استراق سم ادامه میدن؟ این اشکال متوجه همه موجوداتی که در این عالم امتحان مورد آزمون هستن متوجه همه اونهاست. انسان‌ها، جنیان وقتی میبینن که سرگذشت امت‌هایی که فرستادگان الهی رو تکذیب کردن، تمسخر کردن چی بوده و دیدن که عاقبت اونها هلاکت و نابودی و خسران بوده، چرا باز هم فرستادگان الهی رو مورد تمسخر و استهزا قرار میدن؟ این آیه 13 سوره مبارکه یونس رو دقت بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا، و قطعا اقوام پیش از شما را هنگامی که ستم کردند به هلاکت رساندیم. و جاءتهم رسلهم بالبینات و ما كانوا لیؤمنوا، در حالی که فرستادگانشان دلایل آشکار برایشان آوردند ولی آنها بر آن نبودند که ایمان بیاورند. کذالک نجزی القوم المجرمین، ما این گونه مردم خطاکار را جزا می‌دهیم. این آیه 13 سوره مبارکه یونس هست. خب این آیه و آیات مختلف دیگه دارن بیان میکنن که امت‌هایی که رسولان و فرستادگان الهی رو با دلایل آشکار تکذیب کردن چه عاقبت و سرانجام بدی برای آنها رقم خورده، ولی درس عبرت نشده و آیندگان باز همون عمل رو تکرار میکنند. لذا در آیه 30 و 31 سوره مبارکه یاسین آمده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا حسرة علی العباد ما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون، ای افسوس بر این بندگان، هیچ فرستاده‌ای برای آنان نیامد مگر آنکه او را به سخره می‌گرفتند. الم یروا کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون، مگر ندیده‌اند چه بسیار نسل‌ها را پیش از آنان هلاک گردانیدیم، نسل‌هایی که قطعاً به سوی ایشان باز نمی‌گردند.
خب این آیه داره به روشنی بیان میکنه که با وجود اینکه عاقبت امتهای گذشته رو انسان ها میبینند و میبینند که تکذیب فرستادگان چه عاقبت بدی برای اونها داشته و هلاکت و خسران رو در پی داشته، باز هم این عمل رو تکرار میکنند و هر وقت فرستاده‌ای به سمت امتها فرستاده میشه تکذیب میکنند فرستادگان الهی رو. پس این که چرا شیاطین جن درس عبرت نمیشه براشون، این مسئله به همه مجرمین و خطاکاران برمیگرده که اونها موجوداتی مختار هستن و میتونن انتخاب بکنن، میتونن عبرت بگیرن و اون روش اشتباه و خطای گذشتگان خودشون رو تکرار نکنن، یا میتونن همون مسیر رو در پیش بگیرن و به همون عاقبت هم دچار بشن. این اشکال چهارم بود. اما اشکال پنجمی که مخالفان قرآن مطرح میکنند این هست که چگونه شهاب‌ها که آتشین هستند جنی رو میسوزونن که خودشون از آتش آفریده شدن و از جنس آتش هستند. این سوال خیلی سوال سطحی و سفیهانه‌ای هست، به جهت اینکه مثل این میمونه بگیم انسانی که از خاک آفریده شده چگونه با خاک یا سنگ که از تراکم بیشتر خاک تشکیل شده مورد هدف قرار بگیره و از بین بره. خب هر کدوم از اینها یک سری خصوصیاتی داره و اگر با شتاب و شدت خاصی برخورد بکنه با انسان، سنگی با شتاب و شدت خاصی برخورد بکنه، حتی خاک با حجمی بر روی انسان ریخته بشه، او رو هلاک میکنه، از بین میبره. علاوه بر این تصور اشتباهی که در ذهن مخالفان قرآن هست سبب این اشکالات و تشکیکات شده. اونها تصورشون از این آیات اینه که معنای این آیات اینه که تا یکی از شیاطین جنی اومده تا استراق سم بکنه و پیام خداوند رو دزدانه بشنوه، شهاب سنگ‌های او رو مورد هدف قرار دادن و او رو از بین میبرن. یک تصوری مانند صحنه‌های اکشن در فیلم‌های هیجانی و اکشن در ذهن اونهاست، در حالی که اونها توجه ندارن که جنیان بدنهایشون بسیار به ارواحشون نزدیکه و قطعه های شعله‌ور سنگی آهنی در اونها اثری نداره، در بدن اونها اثری نمیگذاره و در نتیجه اون چی که در ذهن اینهاست یک تصور اشتباهه. اما واقعیت اینه که این آیات دارن از اتفاقاتی در عوالم بالاتر از این عالم مادی جسمانی ما سخن میگن و این نکته رو هم باید بهش توجه بکنیم. هر اتفاقی در این عالم مادی جسمانی ما اتفاق داره میفته و ما داریم اون رو مشاهده میکنیم، در واقع تجلی و ظهور اتفاقاتی است که در عوالم بالاتر میفته و همونطوری که بیان شد امر الهی و پیام الهی توسط کارگزاران پروردگار، فرشتگان و ارواح پاک عوالم مختلف رو طی میکنه تا به این عالم جسمانی ما برسه و شیاطین هم در آسمان ها بالا میرن تا بتونن پیام و اخبار آسمان رو تجسس بکنن و استراق سم بکنن و آن مانع و شهابی که اونها رو مورد هدف قرار میده متناسب با اون عالمه و اون ممانعتی که از شیاطین جنی میشه متناسب با عوالم بالاتر از این عالم هست که تجلی اون در این آسمان جسمانی و مادی ما میشه همین شهاب سنگ هایی که مشاهده میکنیم. یعنی شهاب هایی متناسب با عوالم بالاتر این شیاطین جن رو که برای استراق سم اومدن مورد هدف و حمله قرار میدن و اونها رو مورد اصابت قرار میدن و تجلی و ظهور اون در آسمان مادی جسمانی ما سنگ ها و قطعه های آهنی و سنگی است که از جو زمین عبور میکنه و شعله ور میشه و ما به صورت شهاب سنگ او رو مشاهده میکنیم. برای اینکه این مسئله روشن‌تر بشه و به ذهن نزدیکتر بشه، دکتر علاءالسالم مثالی رو بیان میکنه. دکتر علاءالسالم میگه تصور کنیم روح خلیفه خدا هنگام فرود آمدن وحی بر ایشان یا رؤیاهای صادقه همچون صفحه سفیدی است که یکی از فرشتگان میخواهد پیام و وحی خداوند را در آن نقش بزند. حال اگر یکی از شیاطین جن تلاش کند استراق سم کند یا از وحی باخبر شود، از این کار بازداشته و منع می شود و با شهاب هایی که با عالم روح تناسب دارد تیرباران می شود. این بازداشتن و پرتاب شهاب در عالم ما به صورت شهاب های آشکار می شود و تجلی می کند که ما با چشمانمون مشاهده می کنیم. دکتر علی‌السلام بیان میکنه که این معنا رو از سید احمد الحسن از طریق گفتگوی مستقیم با ایشان درباره این موضوع متوجه شدم. خب این توضیحی که بیان شد در واقع پاسخ به اشکال ششمی است که مخالفان قرآن مطرح میکنن که پدیده شهاب سنگ ها امروزه با علم ثابت شده که علتش چیه و دلیل وقوعش چه چیزی است و این واقعیت ها و داده های علمی با آنچه که آیات قرآن بیان میکنن که شهاب سنگ ها برای راندن
شیاطین جن هست تا اونها استراق سم نکنن اخبار آسمان رو، منافات داره و در تعارض هست. و این توضیحی که دکتر علیه السلام از بیان سید احمد الحسن آوردن توضیح همین مسئله است که این آیات دارن از اتفاقی در عوالم بالاتر سخن میگن که تجلی و ظهور اون در این عالم جسمانی میشه این شهاب سنگ ها. و این مسئله که جهانهای بالا بر جهانهای پایینتر اثر بگذاره، یک جهانی بر جهان دیگر تأثیر بگذاره و وجود جهانهای موازی و تأثیر جهانهای موازی بر یکدیگر مسئله ای نیست که سید احمد الحسن اون رو مطرح کرده باشه و یک امر درون دینی فقط باشه، بلکه این مسئله رو در فیزیک جدید و فیزیک کوانتوم مطرح کردن به عنوان توضیحی برای اتفاقات و رویدادهایی که اتفاق میفته. دکتر علیه السلام در توضیح این مسئله بیان میکنن روشن است که دانشمندان تا کنون نتوانستند ذره گراویتون را که بدون جرم است و فرض می شود نیروی جاذبه را منتقل می کند در آزمایشاتی که در بزرگترین مراکز علمی در سالیان اخیر به انجام رسیده است رصد کنند. منظور بنده شتاب دهنده بزرگ هادرون ها یعنی شتاب دهنده سرن است. در عین حال توانستند آثار آن را رصد کنند و یکی از راه حل های مطرح شده برای توضیح آن تأثیرات عابر کیهانی یا همون گذرنده کیهانی است، یعنی تأثیرگذاری از جهانی دیگر غیر از جهان جسمانی ما که ما در آن هستیم. خب میبینیم که تأثیرگذاری جهانهای دیگر در جهان جسمانی که ما درش هستیم تنها یک مسئله دینی نیست که مطرح شده باشه، بلکه در علوم روز در فیزیک کوانتوم این مسئله برای توضیح مشاهداتی که اتفاق افتاده مطرح شده و میتونه این توضیح پاسخی باشه بر پرسش هایی که در این حوزه مطرح میشه. و به طور کلی پاسخی که به این پرسش داده شد این بود که آیات قرآن که داره بیان میکنه اگر شیاطین جنی بخوان اخبار آسمان رو استراق سم بکنند با شهاب‌هایی مورد هدف قرار میگیرند و این اتفاق در عوالمی بالاتر از عالم جسمانی ما اتفاق میفته که متناسب با وحی الهی و استراق سمع اونهاست و تجلی و ظهور اون و تأثیر اون اتفاق در این عالم جسمانی ما همین شهاب سنگ هایی است که داریم مشاهده میکنیم و با علم اثبات میشه که علت این پدیده ها چی هست و چگونه اینها قطعه های سنگ و آهنی که از جو زمین عبور میکنن و شعله ور میشن و ما به صورت شهاب سنگ اونها رو مشاهده میکنیم و در واقع هیچ تعارضی بین این دو مقوله وجود نداره و فقط باید معنای هر کدام در جای خودش درست فهمیده بشه و سید احمد الحسن کسی هست که هم معنای این آیات رو میفهمه، هم واقعیت‌های علمی و داده‌ها و یافته‌های علمی رو مطلع هست و میتونه برای ما از واقعیت مسئله پرده برداره. تمام این اشکالات و تشکیکاتی که در این محور چهارم بیان شد که مخالفان قرآن آیاتی از قرآن رو دست میگذارن و میگن با یافته‌ها و واقعیت‌های علمی در تعارض هست، ناشی از این مسئله هست که آنها معنای ظاهری این آیات رو نفهمیدن و برای درک معنای این آیات سراغ کسانی رفتن که ادعای تفسیر و علم رو مطرح میکنن اما در واقع به عنوان مفسر و سخنگوی حقیقی معرفی نشدن از سمت کسی که این کلام از او صادر شده. یعنی خداوند اونها رو به عنوان مفسر و سخنگوی خودش معرفی نکرده و علم خودش رو به این آیات و کلمات در اختیار اونها قرار نداده، بلکه اون کسانی که معنای حقیقی این آیات رو میدونن و میتونن حقیقت ماجرا رو برای ما بیان بکنن کسانی هستند که خداوند اونها رو به عنوان مفسر و سخنگوی حقیقی خودش معرفی کرده و با وحی علم خودش رو در اختیار اونها گذاشته. اونها عدل و همتراز قرآن هستند، یعنی امامی از آل محمد در هر زمانی، نه هیچ کس دیگه. تمام این اشکالاتی که مخالفان قرآن مطرح میکنن ناشی از همین هست که این آیات رو به درستی درک نکردن و به سراغ امامی از آل محمد نرفتن که علم حقیقی این آیات در سینه اونهاست و اونها میتونن پاسخ به این پرسش ها رو بیان بکنن. اینجا محور چهارم اشکالات یعنی مخالفت قرآن با علم به پایان میرسه و انشالله در جلسات آینده محور پنجم اشکالات مخالفان قرآن، اشکالات تاریخی رو خدمتون بیان خواهم کرد و پاسخ اون رو از بیان دکتر علاء السلام خدمتون تقدیم خواهم کرد. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.